فرقه پهلوی رو به عنوان نماد ایران میشناسیم. این رو غالب کردن. این موضوع غیر قابل هضم رو که یک نفر نماد یک کشوره، یک آدم یک نماده، یک کشور یک نفره، مالکیت یک کشور، این کشور یک صاحب داره. اگه این رو روزی غالب کردن به هر دلیلی، من بنده مخلص شما این اجازه رو از تعداد زیادی از جوانان کرد گرفتم، چون من نمیگم بقیه، چون من این اجازه رو ندارم به جایی کسی صحبت کنم. از جوانان کرد شهروند ایران گرفتم که بگم در چنین شرایطی ما از ایرانی که این فرقه فاشیست و عاری از انسانیت و تربیت تسخیر بکنن استعفا میدیم. خودمون حاکمیتی، یعنی یک اداره‌ای از خودمون بنا میگذاریم. اداره امور مناطق آبا و اجدادیمون رو به دست میگیریم. از سازمان ملل و دولت‌های غربی هم میخوایم که رفراندوم تعیین سرنوشت رو در کردستان برگزار بکنن. آمادگی سطح مطلوب از جوانان ما برای این منظور هر روز بیشتر میشه و تقویت میشه. در هیچ انتخاب دموکراتیکی در جهان باز تولید استبداد رو به رأی نمیذارن که ما بخوایم این کار رو بکنیم. یا همه ما، دقت کنید، یا همه ما، تمام کسایی که در ایران هستند، شهروند ایران هستند، یا همه ما شهروند کشوری هستیم که برای ایجاد حکومت مردم بر مردم، دموکراسی و سکولاریسم با هم کار میکنیم، با هم قوانین رو تدوین میکنیم، با هم سرنوشت آینده رو رقم میزنیم، سرنوشتی که هیچ فردی فراتر از قانون وجود نداشته باشه، هیچ مقام مادام العمری نداشته باشه، همبستگی ملی ایجاد میکنیم، ایرانی برای همه ایرانی ها میسازیم با الگوبرداری از امریکا و دولت‌های مترقی جهان که صد البته ترجیح بنده است. یا اتفاقی میفته که حال حاضر زمینش به دلیل رفتار فرقه پهلوی به سرعت داره تقویت میشه. مگه میشه با اینا هموطن بود؟ با چنین افرادی که عاری از هر گونه انسانیتی هستند، با حق بازی و با کلک و با تاریخ سازی و با جل میخوان همه رو حذف کنن، هنوز هیچی نیستند. یعنی این حرف علی جهانمردی نیست. این رو برای اینکه درک کنید برید از همیهنان کردتون سوال کنید، برید با زاگرس نشینان صحبت کنید، با ایلام، با کرماشان بزرگ. در توییتر نه عزیزان، فضای جامعه. رژیم آخوندی 55,000 کرد رو کشت. چقدر تونستی مردم رو رام بکنه؟ حالا از دینم چقدر استفاده کرد در این زمینه؟ بازم نشد.